مرسوم شده میان مثلا شیر پاستوریزه را یا حرارت میدن میشونن یا پاستوریزه میکنن و بعد با سرکه و روش‌های دیگه تهیه میکنن. این اشکالی نداره، باعث انتقال بیماری نمیشه. اما اون پنیری که از شیر نجومی استفاده میکنن قطعا میتونه باعث салаты, выпечку. بعد از 2 ماه باز هم قابل انتقال بوده. لذا اونم خواهرانه همیشه رمضان عدالت خود رو مورد دارن مصرف پنیر محلی درخواست میکنن که این پنیر محلی که از شیر غیر پاستوریزه تهیه شده را از رژیم غذایی خودشون حذف بکنن و از این موارد ابتلا به شدت زیاد هستش. از